توی معرکه‌ها و حشرها را به آش پلاو اسفره تصور کردن غیر امکان است. یک گاو کلان را ضبط نمودند و زیاده از 7 دیگ کلان آش پلاو آماده کردند برای حشرچیان. خیلی که می‌بینید مردم خیلی زیاده سرجم آمده است. این همش از اهل و متحدی مردم سربلند شهر اسفره شهادت میدن. همه خرسند، خرد و کلان، همه سرجم هستند. همه را همت بستند برای تازگی دیار، برای آبادی شهر اسفره و جماعت دهات سرخ. در زیر چرخی گردون ما و شما غنیمت، ما و شما غنیمت. افتاد خستنها بی متکا غنیمت، بی متکا غنیمت. افتاد خستنها بی متکا غنیمت، بی متکا غنیمت. ما و شما، ما و شما، ما و شما غنیمت. ما و شما، ما و شما، ما و شما غنیمت. گر لقمه حلال پیدا کنیم شاده، پیدا کنیم شاده. گر لقمه حلال پیدا کنیم شاده، پیدا کنیم شاده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما دید ملا جان خودم امام خطیب جماعت سرخ، من این برادری ما استوی بهترین یعنی خدمت کردگی نامشون محمد شریف معلمی خدمت نشان داده ملا علی جان به پیر مرف در امانی گرچند اسکندری زمانی. سخن به شما استاد جان. برادرای مهربان 300 سال زیاده پیش باز همین جوی مویا، همین انا، همین جوی کندنش همین آمده شده است. همین جوی مویا با سرداری ماینوس بای گفتگی آدم بابای میراتم قلندر بای همین آدما 300 سال پیش همین جوی مویا جوی جو کده یک تا عربه را میرفتگی تا سرش زر خرید کرده خریدگی. ما همین انانه دمون دادی سوده. اکو ما دو میگیم که همین یوشو خدمت کردگی یوشو خوبیرو همشون خدا تناشون ساخت، عمرشون دراز، شوجی کارشون دیاد، هر طلب مقصد مرادشون برساند، این دنیا آخرت همه آباد کند و افوض امر الا الله ان الله بصیر بالعباد برحمت. من یک دقیقه همین نوار گرانده های خدا برای کارشون هستید. نویم در پناه الله باشن، خدمتگاری وطن باشن، از قهر دل وطن به خدمت. الله اکبر.